ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 57. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. یک شب، اولی شب، هنوز کوچه ها پر آدم و دکان های سری بازاری قوش مدرسه کشاده بودند که عبدالستار از حولیش برای گوشت خری برآمد و از دکان قصابی قوش مدرسه خریدش را کرده زود به خانهش برگشت و در وقتی برگشتن در میانه دو مدرسه، در حالتی که صحنهای هر دو مدرسه را ملا بچگان پر کرده درس تکرار نموده نشسته بودند، شکربیک راست آمد. شکربیک هم که دشمن خود را در یگان جای خلا راست آورده نتوانسته گشته بود، از همین تصادف فایده بردن خواست. به بسیاری آینده و ربندگان و اهل سری بازار نگاه نکرده، هرچی باد گویم به او هجوم کرد، اما نه با سنگ بلکه با دستان پرزورش او را از میانش گرفته به هوا برداشته به زمین زد. عبدالستار با همین ضربه به مردن رسیده بود، لیکن شکربیک به این قناعت نکرده خنجری خود را از غلاف کشیده به سری دل او تا گلوبندش فرو روانده کشیده گرفت و خنجری خونالود را به جامه مقتول پاک کرده قد راست کرد. عامه مردم شکربیک را شخصا نمی شناختند و در هر کوچکی صدای غرش سنگش را شنیدند به او روبرو نشده می گریختند. در اینجا که شکربیک سنگ نه انداخته با دست و خنجر هجوم کرد، او را دزد و قاتلی عادی پنداشته از دو طرف کوچه به وی هجوم آوردند و دزد را نمان گویان غوغا برداشتند. شکربیک برای به خود راه کشادن و عامه هجوم آوردن را مناسب ندید. مبادا به آدمان بیگناه ضرری رسد گفته ملاحظه کرد. بنابراین هیچ طرف آن کوچه کلان نرفته به مدرسه عبدالله خان در آمد و در آنجا به حجره معتصم که در آشیانه دویم بود برآمده به معلم خود واقعه حاضر از سرگذرانیده خود را حکایه کرد. معتصم با شنیدن این خبر در تشویش و اندیشه افتاد. او فکر می کرد که البته ملا بچگان درس تکرار کننده و اهالی مدرسه به حجره من در آمدن این آدم را دیدند. همین زمان آدمان حکومت با عامه تماشابینان برای دستگیر کردن جنایتکار به حجره من هجوم خواهند کرد. در آن وقت من هم مثل شریک قاتل دستگیر خواهم شد. معتصم با این ملاحظه راه خلاصی خود و مهمان خود را می جست. دیری نگذشته
از روی مدرسه آواز آدمی بسیاری شنیده شد. معتصم بر رواق پیش حجره‌اش برآمده دید که روی مدرسه پر از آدم است و به آنها ملا بچگان زینه برآمد حجره او را نشان داده ایستادند. معتصم هم فرصت نداده شکربیک را از پس خود گرفته به سر زینه‌ای که غیر زینه حجره خودش بود رفته پایین فرآمد و از آنجا هر دو به طرف خلاجای مدرسه گذشته از دیوارچه پستک خودها را به کوچه پشت مدرسه هوا دادند. شکربیک در آنجا به دو کوچه دو سنگ غراند تا که آدمانی رونده و آینده کوچه را خالی کنند و از آنجا هر کدام با کوچه دیگر گریخته رفتند. معتصم چند روز در درون شهر بخارا در خانه یکی از دوستانش پنهان شده خوابید و بعد از آنکه کافت و کاوی حکومت پسنده شد پنهانی از مضافات بخارا برآمده راست به ترکیه رفت. در آنجا به خدمت یکی از مطبعه ها درآمد. کتاب‌های درسی عربی را تصحیح نموده به چاپ تیار کرده می‌دادگی شد. از بس که او دانشمندی زبردست بود کتاب‌های در زیر دست وی چاپ شده به مدرسه‌های شرق شهرت پیدا کردند و کتاب فروشانی بخارا هم با او علاقه بستند. چون رغبت کتاب فروشانی بخارا را به محصولات خود دید بعضی کتاب‌ها را به قزان آورده در مطبعه خریتانف چاپ می کرد که از آنجا به بخارا فرستادن آنها آسان تر بود. معتصم که با پدر سید احمد ریشکن دوست و حالدان بود به او خط و خبر فرستاده وی را هم به پیشه کتاب فروشی کشید. سبب همین بود که سید احمد برای کتاب آوردن به روسیه و ترکیه سفرها کرده گزیته خوان شد. یک اپیزود از کارنامه های شکربیک با عنوان دزد شکربیک در نوادر الوقایع نام اثر احمد مخدوم دانش درج شده است و ذکر معتصم با نمونه اشعارش در صحیفه های 350-351 نمونه ادبیات تاجیک چاپ مسکو سال 1926 قید یافته است. نکاح دختر 9 ساله. در مدرسه عالمجان ملا عبدالفتاح نام یک ملای کولابی مؤذن بود. او یک آدمی بلند قامتی پراپر بدنی برنجی روی، سرخ چموی و میش چشم بوده، اما چشمانش نه با نوری زکا و زیرکی بلکه با آتش قهر و غضب همیشه درخشیده می ایستادند. از چشمان او بیننده گمان می کرد که و یگان آدم را حاضر کشته است و یا کشتن می خواهد. گپ زدن او هم خشمگینانه بود و در وقتی سخن از دهانش به هر طرف کف می پرید. او تخمیناً 40 ساله باشد هم با برادری کلانیمند و میرسالی هم درس و در پیش دامالله اکرامچه شریک درس بود. می گفتند که وی در کلانسالیش از کولاب و بخارا برای خواندن آمده بود. بنابراین با بچگان نوخوان شریک شده درس را دوام داده است. او خط و سواد تاجیکی داشت و کتاب‌های درسیش را خود از روی کتاب شریکانش روی نویس کرده می گرفت.
در وقتی از کولاب به بخارا آمدن، اولین بار با میر صالح شریک درس شده است. از بس که او تماما قشاق و بی جای بوده است، میر صالح خیرخواه او را در مدرسه عالمجان مؤذن کرده، از همین مدرسه به او حجره استقامتی یافته داده است. میر صالح می گفت که او در وقتی نو به بخارا آمدنش بسیار ساده و هم بسیار خسیس بود. بعد از مؤذن شدنش هم درآمد خود را کم خرج می کرد و شکم خود را با چیزهای بسیار ارزان پر می کرد. حتی پوستهای سبزی و شلغم را که آدمان برآورده می پرتافتند، از زمین چیده گرفته شسته تازه کرده گاو برین چلپایاس زنان می خورد. او یک روز اشتی گجی را که بقالان برای بازی بچگان زغامه ها را پر کرده می ماندند دیده و یک چیزی خوردنی ارزان بها گمان کرده 4 دانه وی را به 4 پول خریده آورده به میر صالح نشان داده. از وی اینها چی نام دارند و اینها را چه طرز می خورند گفته پرسیده است. میر صالح که آدمی شوخ مجاز بود به او گفته است این را قروت فرنگی می گویند که از قروت جایداری قدری سخت‌تر است. با آب در دیگ می اندازند و قلنفوری بسیار همراه کرده جوشاندن می گیرند. وقتی که پخت می خورند که بسیار با لذت می شود. عبدالفتاح این تعریف را شنیده شکراب کوهستان به یادش آمده گجلونده ها را با قلنفور جوشاندن گرفته است، اما از پگاهی تا بیگاهی جوشانده باشد هم آنها نرم نشدند. بیگاهانی یک لنده آنها را به تقاضای میر قادر نشان داده سبب بزودی نپختن آنها را از او پرسیده است. تقاضای میر قادر که آدمی راستی صافدلی ساده بود و چی بودنی هزل را نمیدانست، چیزهای ناخوردنی بودنی آنها را به او روی راست گفته است. بعد از چند ساله استقامتی بخارا، ساده دلی عبدالفتاح تماما برهم خورده، حتی فریبگری گذرا شده باشد هم خسیسیش برهم نخورده، حتی به درجه اسکیتی رسیده است. او پولهای از مؤذنی درآمد شده را به بقالان میده با فایده قرض داده صاحب چندین هزار تنگه گردیده است. در وقتهایی که من در مدرسه عالمجان بودم، او از شرم مردم پوستی سبزی و شلغم را قنداشتن نخورد هم طعام اساسی وی سبزی خام بود که در بازاری بخارا از وی چیزی خوردنی ارزان بهاتر نبود و اگر دلش طعام گرم خواهد شلغم را در آب خالص جوشانده قدری نمک پاشیده می خورد. در دیوار مسجد مدرسه از بیرون یک سبدچه آویزان بود که هر کس چاینکش را تازه کردن خواهد شمعش را در همین سبدچه ریزد. او شمعه های در آن سبدچه غون شده را هر روز یک بار بر روی یک تخته ریخته در شمال و آفتاب خشکانده می گرفت و هرگاه که چای نوشیدن خواهد از همان شمعه خشکیده یک کف در چاینک انداخته چای دم کرده می نوشید. می گفتند که او شمعه های خشکیده از خودش بر زیاد مانده را به بازار برآورده به دهقانانی از صحرا آمده چای گفته می فروشد. در وقتهایی که من در آنجا بودم می گفتند که پول نقدی او به 10,000 تنگه رسیده است و در دست قرضداران همیشه فایده زایده ایستاده است. عبدالفتاح که داراییش به یک مبلغ کلان رسیده بود خواست که زن گیرد. او به هر دختر که کس می فرستاد صاحبان آن دختر مهر کلان می پرسیدند و به داماد شونده خسیس نرخ آن دختر گرانی کرده باز در پی دختری دیگر می افتاد. در این میان وقتی عبدالفتاح کشاده شده کسی دختری 9 ساله اش را به بدل 1000 تنگه به او تکلیف کرد. این کس کلان سال ترینی با ترچه ها بود.
این کار را از همه پیش من فهمیدم. هر وقت که به حولی با ترچه ها برای برفروبی یا تراشکفانی می رفتم، دخترچه از من نمی گریخت و بازی کرده می گشت. یک روزی دیگر که من برای تراشکفانی رفتم و دخترچه هم مانندی پیشتره در ایوان بازی کرده نشسته بود، پدرش او را جیغ زده به خانه در آورد و زنش را دشنام داد که او چرا دختری قدرسی به شوهر براینده را به سر خود گذاشته است که در پیش جوانی نامحرم بازی کرده گردد. من به این حال تعجب کردم. تعجبم در این نبود که پدری دختر مرا نامحرم شمرده وی را از من گریزاند، زیرا آن وقتها دختران 9 ساله را در زیر فرنجی گرفته از نامحرمان گریزاندن عادت بود. اما تعجب من در این بود که پدرش وی را قدرس و به شوهر براینده گفته بود و حال آنکه شریعت رخصت داده باشد هم مردمان بخارا دخترشان را پیش از 14 سالگی به شوهر نمی دادند. من این تعجب خود را به باترچه خرد معصوم خان که با من آشنا شده بود معلوم کرده سبب آن سخنی برادرش را از وی پرسیدم. او گفت حقیقتا هم برادرم دخترچهش را به شوهر دادنی است. حتی داماد شونده هم معین شده، گفت و شنیدی مهر و اسباب توی هم قرار یافته است و به نزدیکی توی و نکاح هم می شود. من به این خبری او حیران مانده کی بودنی داماد شونده را از او پرسیدم. چون او عبدالفتاح بودنی داماد شونده را گفت، تعجبی من باز هم زیادتر شده هوش از سرم پرید، زیرا من اول گمان کرده بودم که دختری 9 ساله را به یگان پسر بچه 12 ساله می دادگیم. از گفته او فهمیدم که یک آهو برای شیرمک را به خرطوم یک فیل وحشی می پیچاندند. من به معصوم خان گفتم مگر برادرت دیوانه شده است که این کار را می کند و مگر شما 2 برادری دیگر چنان سنگ دلید که به برادرزاده شیرمکتان رحم نمی کنید و می گذارید که پدرش او را به دست جلاد سپارد؟ برادری کلانم بسیار خسیس و خام طمع است. گویان معصوم خان سخن سر کرده او پیش از نکاح 1000 تنگه نقد می گیرد که آن را یک خزینه از آسمان افتاده می شمارد. دیگر این که چقدر پول داشتن عبدالفتاح را می داند و می داند که او حولی ندارد و حولی هم نمی خرد، خانداماد می شود و برادرم گمان می کند که عبدالفتاح که خانداماد شد همه داراییش به خانه او می رود و قاضی کلان هم که کولابی است بعد از ختم درس او را به منصب‌های علمی کلان می رساند و در آن وقت برادری من به دامادی با آبروی صاحب می شود. عجب نیست که خودی او هم به واسطه دامادش به منصب‌های کلانی علمی رسد. معصوم خان درباره مانع شدن و نشدن خودش و برادری دیگرش گفت ما بسیار مانع شدیم و اگر این کار را کنی علاقه من را از تو می کنیم گفتیم. اما او به ما گفت من کاری که مخالفی شریعت باشد نکردم. مادام که شریعت به شوهر دادن دختری 9 ساله را رخصت داده است من می دهم. این دختری من است نه دختری شمایان. دختر یابید تا بی و پیر شدنش در خانه اتان نگاه دارید، من ندارم. دیری نگذشته این توی و نکاح به وقوع آمد. ملاهای مدرسه مؤذنشان را داماد بری کرده
در خانه پدر عروسش مانده آمدند. او خانه داماد شد. شبانه به خانه عروس می رفت و اولی صبح در وقت اذان بامداد به مدرسه آمده تا خوانده شدن نماز خفتن در اینجا می ماند. از پگاهانی یکمی که داماد از خانه عروس آمد، بعد از نماز بامداد ملا بچگانی شوخ به گرد او غون شده چگونگی عروس و از کیفیت خانداریش می پرسیدند. او هنوز به وقوع نیامدن یگان کاری را معلوم می کرد. پرسیدگان او را به سستی نسبت داده مسخره می داشتند. در پگاه پنجم به پرسیدگان عبدالفتاح گفت: این یک دخترچه بی حالی رنگ کنده بوده است. هنوز مزه بوی بغل را نمی فهمد. هر وقت که من به او دست کاوم چنان که از دیو ترسیده باشد غش کرده خود را به در و دیوار می زند و فریاد کنان از خانه گریخته برآمده خود را به بغل مادرش می اندازد. پولم می سختگی بر این می نماید. پگاه هفتم داماد خندان و شکوفان بود. همه فهمیدند که او امشب کام دلش را حاصل کرده است. با وجود این سخن از دهان لقمان خوش است گویان چگونه گذرانیدن شب را از وی پرسیدند. من امشب مسئله را به پیش پدر عروس قطعی ماندم، گفت او. گفتم که یا دخترش را راضی کند که به من سر فرارد و یا این که 1000 تنگه مرا با خراجات توی برگشته دهد که من از دعوای زنداری گذرم. یک شبی دیگر صبر کنید، گفت پدر دختر در جواب، و شبانه وقتی خواب به خانه من 4 عدد میخ چوبین را با تیشه آورده در 4 گوشه جای خواب به زمین زد و دست و پای دخترش را با 4 رومال به 4 میخ بست. انا از همین تدبیری پدرش من کام دل حاصل کردم. همان روز ساعت 12 معصوم خان به مدرسه آمده اهالی مدرسه را به حولی خودهاشان به جنازه خبر کرد. معلوم شد که دخترچه دلکف شده مرده بوده است. وبا. در تابستان سال 1893 1310 هجری در بخارا باز وبا پیدا شد. وبای یکم که عائله ما هم فلاکتی وی را کشیده بود در سال 1889 1306 بود که در قسم یکم یادداشت‌ها تصویر یافت. در درون یک هفته در کوچه ها آدمی تندرست کم دیده می شد و در هفته دوم از هر گذر هر روز یک چند جنازه برآمدن گرفت. در وقت نماز پیشینی خانقاه دیوان بیگی و بالای حوض که عادتاً مردمی بخارا مرده های خود را در وقت مذکور در همان جاها برده جنازه می خواندند، دو طرفی صحن مسجدها از جنازه پر می شدگی شد، به حدی که امام نمی دانست به کدام مرده جنازه خوانده ایستاده است. بنابراین علمای بخارا فتوا دادند که مانند میدان جنگ مرده ها را قطار مانده در هر گروه یک بار جنازه خوانده شود رواست. چون این احوال مردم بخارا را در دهشت انداخت. از جمع شدن 10 مرده در یک جا آدمانی تندرست هم در خوف افتاده بیمار شدن گرفتند. حکومت فرمان برآورد که
هر مرده را در پیش مسجدی گذری همان مرده جنازه خوانند و به خانقاه دیوان بیگی و بالای حفظ نبیارند. حکومت بخارا در مقابل وبا چاره‌ای دید که خیلی خنده آور بود. وی به واسطه قاضی کلان فرمان برآورد که مؤذن‌های گذرها و قاری‌های خوشاواز 4 و 5 به گروه‌ها تقسیم شده هر شب بعد از خفتن تا سحر کوچه‌های شهر را گردش کرده در سری گذرها و دوراه‌ها با یک آواز اذان بی محل گفته گردند تا که خداوند کریم به شرافت آن اذان‌های بی محل وبا را از سری مردم بردارد. ماموران رسیه پادشاهی که در کاغان می نشستند بر این کار بی‌طرف نماندند. آنها در کاغان که بیواسطه در تحت تصرف خودهاشان بود بیمارخانه وبایی تشکیل نمودند و در وگزل راه آهن قاعده کرانتین را جاری کردند. به حکومت بخارا هم تکلیف نمودند که بیمارخانه وبایی گشایند و در راه‌های کاروانگذر کرانتین برپا کند. در بخارا ذاتاً یک بیمارخانه بود که در آن یک دکتر روس، یک ترجمان از آدمان محلی و یک فیلدشیر قاشقری کار میکرد. این دکتر و فیلدشیر هم در بیمارخانه و هم در امبولاتوریا که در درون بینای همان بیمارخانه بود کار میکرد. این بیمارخانه در نزدیکی دروازه شیخ جلال واقع شده بود که در افلاسی از همه قطعه های شهر بخارا پیشی می کرد. آدمانی حالدان می گفتند که آن دکتر آنقدر مهارت ندارد و معلوماتش از معلومات یک فیلدشیر بیش نیست. بنابراین بایهای کلان بخارا اگر بیمار شوند از چارجوی یا از سمرقند دکتر جیغ می زدند و اگر بیماریشان به سفر مانع نباشد به شهرهای مذکور رفته معالجه می کنندند. تقدیری وبازدگان بخارا انا به همین دکتر و فیلدشیر سپرده شد و بیمارخانه وبایی هم در زیر نظارت همینها تشکیل یافت. بیمارخانه وبایی را در بیرون دروازه شیخ جلال که به بیمارخانه شهر نزدیک بود برپا کردند. اما در آنجا نه بینا بود، نه درخت و نه آبی جاری. در آنجا یک کوری وسیع بود که در زمستان پر آب گردیده در تابستان جاهای بلندش می خشکید. اما در یک طرف آن کول که خندق لایخانه دیوار قلعه شهر بود آبی بدبوی سبز سرخچتاب جمع شده می خوابید و در طرف غربی این کول یک پشته تپه پستک بود که در وی مزار شاعری مشهور خواجه عصمت بخارایی واقع شده بود و در آن پشته اهالی که به آنجا نزدیک بودند مرده خود را می گرانیدند. شما گفتار 57 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.